ما در آینده هیچ زندگی مشترک با اونا کرده نمیتونیم. ما در آینده هیچ نوع آشتی را نه در حال نه در آینده بین اسلام و کفر ما آشتی را آورده نمیتونیم. صفها جداست. یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دوستی با کفار، دوستی با دشمنان اسلام قطعا در هیچ قاموس از قوامیس دین و مذهب جواز نداره و این را شما پیدا کرده نمیتونید. احکام اسلام در این مورد برادران صریح است. ما جهاد به خاطر اقامه نظام اسلامی کردیم. در این نظام اسلامی غیر از مسلمان دیگر کس در اینجا گنجایش نداره. در کار خود مواظب باشین، کوشش کنین. این کوشش بر ما هم لازم است، بر شما هم لازم است و به همه مسئولین جهاد لازم است که به تعهد خود پایدار بمانیم و در تعهد خود غدر نکنیم، خیانت نکنیم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموده که در او دنیا برای هر غدار در پالوی پالکونش، در پشت سرش یک جنده بالا میشه و این بالا شدن جنده به اندازه قدر هر کس می باشه و از مسئول مسلمان ها کرده، از امرای مسلمان ها کرده خدا نخواسته اگر غدر بکنن دیگه غدار بالاتر نمی باشه. خداوند ما و شما را از او نگاه کنه. خداوند هم امرای ما و شما را و هم مجاهدین ما و شما را و هم قماندانای ما و شما را با زندیق و مرتد هیچ نوع تماس، هیچ نوع نشست و برخاست، هیچ نوع گپ زدن شرعاً جواز ندارد. با مرتد خرید و فروش هم شرعاً کرده نمیتونی. با مرتد مصافحه کرده نمیتونی. از مرتد پرسان کرده نمیتونی که امیر را کجا رفته و اگر مرتد از پیشت پرسان کنه امیر را برش نشان داده نمیتونی. این حکم شریعت است. مقاطعه با اونها واجب است. به این لحاظ با یک کمونیست